خسته نباشین. حاجی اینجا رو ناک کن. اینجا زده 3-2 برد. آقا ما میزنیم روش ببینیم واقعا 3-2 یا نه. میزنیم آقا 2 برابر یا میزنیم 4 برابر، دیگه انتخاب کارتاش بگذره. حالا شما دیگه خودتون دیگه قضاوت کنید دیگه. این کلش رویال هم دیگه داره اذیت میکنه دیگه. کال آف که اصلا نبود، کلش رویال هم داره اذیت میکنه. اینجا خیلی ایزی، اصلا خیلی ناز دفاع شد. حمله کردم حاجی، فکر نمی کردم بگیره. بعد بیناموس تو حمله زد. منم میدونست که منم یک سیکم آوردم دیگه. حمله کرد. آقا من موندم دیگه. اینجا ما یکیو نتونستیم بگیم. 170 دونه موند. بازی شروع شد. اینجا 2-1 زد. 2-1 شد. ما اینجا یه دونه رو گرفتیم. آقا اینجا رو ناک کن. ما هر کاری کردیم، یعنی ما اینجا نتونستیم تا به یارو رو بگیریم. بعد اینجا 2-1 بازی تموم شد. اینجا زد 3-2. بابا من کامبک زده بودم به یارو. 2-0 باخته رو 3-2 بردم. حقم نیست ناموسم ببینم اینا رو. بابا کلش رویال ما اینجا داریم زحمت میکشیم. گوی خورید کامل نمیذاری گسکش. اعصاب آدمو تخمی میکنه.